سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز یه سرویس جدید رو از میهن وردپرس میخوام بهتون معرفی کنم که البته قبلا معرفیش کردم. میخوایم بریم با هم دیگه راه اندازیش کنیم و نصبش کنیم. چتینا، سرویس چت آنلاین برای سایت شما. میخوایم ببینیم چطور میتونیم رو سایت وردپرسی خودمون چت آنلاین داشته باشیم. مثال میزنم، وقتی مثلا شما میری توی سایت میهن وردپرس، بلافاصله بعد از اینکه حالا وارد سایت میشی، یکم صفحات رو میگردی، مثلا وارد یه صفحه خاصی میشی، یه پیام برات میاد از این گوشه، تارگت میکنه شما رو. مثلا وارد صفحه قالب اهورا میشی و اینجا یه چند ثانیه که تو صفحه باشی شما رو تارگت میکنه و میگه اگه سوالی داری از من بپرس. و اگر شما اینجا سوالی بپرسید، سلام، پشتیبانای ما بهتون جواب میدن، تیم فروش بهتون جواب میده. حالا این چت باکس رو شما میتونید رو سایتتون داشته باشین، چه برای فروش چه برای پشتیبانی سایتتون. یعنی به صورت آنلاین و لحظه‌ای گوشه سایتتون با کاربر در ارتباط باشید. چطور میتونید این رو سایتتون فعال کنید؟ خب سرویس‌های چت زیادی هست. توی نسخه‌های فارسی، نسخه‌های انگلیسی خیلی زیاده. و ما اینا رو بررسی کردیم، می‌خواستیم رو سایت خودمون استفاده کنیم. یه چالشی که داشتیم این بود که اینا معمولاً محدودیت دارن. توی تعداد پیام، توی تعداد چت‌هایی که میتونید داشته باشید، توی مثلا آرشیو پیاماتون، توی تعداد اون چت هایی که میتونید نگه دارید، همه اینا محدودیت بود، چه نسخه ایرانی چه نسخه فارسی خارجی. و ما اومدیم یه سری ایده های جدیدی پیاده کردیم. مثلا چطور میتونیم با هوش مصنوعی این سیستم چت رو بهبود بدیم. یه نسخه اولیه دادیم بیرون که این نسخه اولیه تمام امکانات سرویس های چت خارجی و ایرانی رو داره. خب ولی تفاوتی که داره اینه، خب به صورت رایگان همه اینا رو داره. اونا بابتش یه هزینه زیادی میگرفتن از شما، ولی ما دیگه هزینه‌ای بابتش دریافت نمی‌کنیم، کاملا رایگانه. حالا بعدن بابت امکانات پرو، یعنی مثل هوش مصنوعی یا یه سری امکاناتی که قراره به شبکه‌های اجتماعیتون وصل شه و کلی کار براتون انجام بده، به من جواب دادن توی بخش چت آنلاین، مجدد پیگیری کردن که چرا پاسخی دیگه از من دریافت نشد. بابت اون امکانات بعداً شارژ میکنیم کاربر رو. ولی نسخه بیسیک و پایه و رایگان سرویس چتینا، سرویسی که ما راه اندازی کردیم، کاملا رایگانه و هیچ نیازی نیست هزینه پرداخت کنید. الان میخوام بهتون توضیح بدم چطوری این سیستم رو شما میتونی روی سایتت پیاده سازی کنی. خیلی راحته. کاری که شما انجام میدی اینه که خب اول از همه وارد پنل مدیریت سایتت میشی. اول یه تیزر ببینیم، برگردیم. وارد پنل مدیریت سایتت میشی، پنل وردپرس. از قسمت افزونه ها، افزودن افزونه، پلاگین ما رو باید دانلود کنی و نصب کنی. خب پلاگین رو حالا درخواست ثبتش رو توی وردپرس دادیم، چند روز دیگه شما اینجا سرچش کنید پیداش میکنید و میبینیدش، از همینجا مستقیم میتونید نصب کنید. الان برای نصبش کافیه وارد سایت chatina.ai بشین، نسخه فارسی رو از بالا انتخاب کنید، ورود به سامانه، وارد سامانه چتینا میشین. اینجا روش‌های مختلفی داریم برای ورود. میتونید یا ایمیلتون رو وارد کنید یا شماره موبایلتون، تفاوتی نداره. مثلا من اینجا ایمیل خودم رو وارد میکنم و یه رمز عبور هم مشخص میکنم دیگه. مثلا یه رمز عبور تقریبا سخت و قبلا با این ایمیل ثبت نام کردم، به خاطر این ارور میده. اگه قبلا ثبت نام نکرده باشی میره تو فرایند راه اندازی. من ورود با گوگل رو میزنم، با یکی از اکانت‌های گوگل هم لاگین میکنم. وارد شدم بلافاصله و الان میتونم استفاده کنم. اتفاقی که میفته اینه که شما از قسمت نصب ابزارک این سمت راست میتونید اینجا وردپرس رو انتخاب کنید و پلاگینش رو دانلود کنید. پلاگین وردپرس چتینا رو دانلود کنید. حالا میام قسمت بارگذاری افزونه، اینجا از قسمت چوز فایل اون پلاگینی که دانلود شده رو سایتم نصب میکنم. میگم چند روز دیگه این تو مخزن وردپرس ثبت میشه و مستقیم شما میتونید سرچ کنی، از همینجا نصبش کنی. فعلا فایل پلاگین هست، میتونید دانلود کنید. فعال کردن افزونه رو میزنید. فعال کردن افزونه رو که زدیم، اینجا توی قسمت تنظیمات یه بخشی اضافه میشه به اسم چتینا. وارد قسمت چتینا میشیم. تو تنظیمات اتصال مستقیم به چتینا رو میزنیم. از این طرف هم که لاگین کردم تو اکانتم توی چتینا دیگه، اتصال مستقیم رو میزنیم، میره تو چتینا تایید میکنه، میگه اتصال سایتتون رو با این ایمیل تایید میکنید، میگیم بله اتصال رو بزن. متصل میشه به چتینا و الان کافیه
برگردیم رو سایتمون و اینجا روی سایتمون این گوشه، اینجا من میتونم بنویسم سلام چطوری و پیام ارسال شد برای اپراتور. از اینجا هم قسمت گفتگوها، پیام ما اینجا دریافت شد و میتونیم، یعنی پیام کاربر دریافت شد و میتونیم جواب بدیم. به همین راحتی سایتتون کانکت شد به چتینا و از الان کاربرای سایت شما میتونن به صورت آنلاین با شما در ارتباط باشن. شاد و سربلند باشین و امیدوارم این سیستم چتینا بتونه بهتون کمک کنه بهتر و راحت تر با مشتریاتون، کاربراتون در ارتباط باشین و البته که بهتر و راحت تر بتونید خدمات بدین به مشتریاتون، خدمات بهتر بدین، سایتتون رو بهتر کنین و درآمد بیشتری داشته باشین. شاد و سربلند باشین.